خب عزیز دلم چی میخوای بهت بگم؟ من همون حرفو میزنم. نرگس بلا. بله عزیزم. به نامزد داداشت چی گفتی؟ من با داداشم بحثم شد. آره. این من اول با داداشم بحثم شد، بعد بهش گفتم که با قول گفتنی ها کاریت میکنم که مرغای آسمون بالت گریه کنن. گو هیچ کاری نمیتونی بکن. گفتمش باش. آقا من شماره زن داداشم در آوردم و زنگ زدم به زن داداشم. بعد زن داداشم گوشی برداشت گفت بله. گفتم ببین خانم محترم، یه بار دیگه شما تماس بگیرید به گوشی همسر من که محمد هستش، من شماره تونه رو گوشیش ببینم بلایی به سرتون میارم که مرغای آسمون بالتون گریه کنه. در من بگو شما. گفتم من نامزدشم، عشقشم، خیلی دوستش دارم، خواهش میکنم دیگه تماس نگیرید. آخه منم گوشی قطع کردم وای نبودی. یه دست گلی به آب دادم. اینقدر خندیدم 1 سال شاد بودم به خدا. قربونه. خب دیگه چی کار کنم؟ سوال ازم بپرس، من خودم جوابتو میدم. اینا دارم بد نگاه میکنم. نگاه زنم نکنی. سوال بپرس قربونت برم.